در این قسمت گزارش خود 2 سال کوشش میکنیم یک نفر پیدا کنیم که از دیگه ولایات باشه و صحبت‌های داشته باشیم در مورد برلین و مقایسهش با دیگه شهرها. یک نفر از این وطندارای ماست که باش یک رقم وطندار والا معلوم میشه. سلام دوست عزیز. سلام. چقدر خوب این از دوستا وطندارای ما برآمد. وقت خو نگیرم یک چند سوال داشتم. در قسمت اول خود معرفی کنید اسمتون و از کجا هستین؟ اسم من فراد است، از کشور افغانستان هستم. مدت 2 سال میشه در آلمان هستم، در آمبورگ. خب بسیار عالی، بسیار خوشحال شدیم. میشه که در مورد خوبی‌های آمبورگ بگوین و ای که در برلین آمدین چی مقایسه میکنین؟ آیا برای هموطنای ما شما شرایط در آمبورگ خوب است یا برلین؟ والا به نظر من آمبورگ بسیار جای خوبی است. هموطنان ما شما زیاد است، مهاجرم زیاد است. و برلین که است بسیار کلان است. دیگه جایهای دیدنی لوکسی داره. به نظر من اردوتایش خوبتر است. خب شرایط خانه پیدا کردن، کار و شرایط سوسیال و جاب سنتر و اینا برای هموطنان ما اونجا خوب است یا این جایی که شنیدیم مثلا از دیگه دوستایت؟ والا اونجا ما مدت 2 سالی که هستیم اونجا بسیار مشکل است خانه پیدا کردن. چون مهاجر زیاد شده از هر کشور است. دیگه کاروبار هم خوب است. دیگه در نظر من اونجا فکر کنم از نگاه چیزایی که ارزان است، چه مواد خوراکه، میوه، چی اونجا ارزان تر است گوشت شده. و مشخصا یک پرسان دیگه که دوستام شاید از ذهنش بگذره، امی زندگی در اروپا و آمریکا را چگونه مقایسه میکنین؟ خوبی‌ها و بدی‌های اینجا و آمریکا را برام بگوین. از نظر شخصی خودم تا جایی که من سعی کردم از نگاه شخصی من آمریکا بهتر است. چون آلمان که است اینجا شرایط‌های بسیار سختی داره، باید اوسبیلدونگ و درس یاد بخونی و دویم دیگه فوق‌شاینش بسیار مشکل است. مدت تقریبا 5000 یورو مصرف میشه که بسیار سخت است گرفتنش. دیگه آمریکا که است شرایط‌های خود داره، امتیازهای خود داره. فوق‌شاین نمیتونی زودتر بگیری، دیگه میتونی زودتر سری کار شوی، اونجا خوبتر است. بسیار خوشحال شدیم و بسیار خرسند هستیم که با ما وقت دادین، امروزتان صحبت کردیم. جوان بسیار با انرژی معلوم میشین. دیگه امیدوار هستیم که بازم شما را در کشور دلخواهتان و جایی که میخواین برسین همونجا شما رو ببینیم. بسیار خوشحال شدیم فراد جان از